سلام دوستان، علی عباسی هستم، مدرس دوره‌های تعمیرات موبایل. در خدمت شما هستم با یک جلسه آموزشی دیگه با ایراد شارژ. اگر دستگاهی براتون اومد با ایراد شارژ، ابتدا باید چه کاری انجام بدید؟ در واقع ما داریم تمام نکاتی که قبل از باز کردن گوشی باید بدونیم رو داریم بهتون آموزش میدیم. پس قبل از شروع آموزشمون حتما این چنل رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید تا ما انگیزه بگیریم ویدیوهای پرمحتواتری براتون آماده کنیم. دوستان عزیز من، اگر دستگاهی براتون اومد یا مراجعه کرد مشتری با ایراد شارژ، اقدامات اولیه چی هست؟ اقدام اولیه‌ای که باید انجام بدید اینه که از سالم بودن کابل و آداپتور مطمئن بشید. به چه صورت؟ شما میتونید یه دونه از این تسترهای شارژ داشته باشید و آداپتورتون رو تست کنید. شما میتونید به راحتی با یه تستر شارژ آداپتور و کابل رو تست کنید. به این شکل که این قسمت USB رو به شارژر با آداپتور وصل میکنید، کابلتون رو هم حالا بسته به نوع کابلی که دارید، حالا اینجا اگه تایپ C هست، اینجا اگر که دو سر تایپ C هست، حالا به این سمت، حالا فرق نمیکنه. الان برای این کابل ما اتصالات رو به این شکل انجام میدیم. اینجا اگه دقت کنید میبینید که میزان ولتاژ شارژر رو نوشته. این در حالت بدون استفاده است. زده 4.9 ولت و بدون آمپر، 0 آمپر. وقتی که من شارژر رو وصل میکنم، کابل رو وصل میکنم به گوشی، اینجا دقت کنید ولتاژ یه مقداری افزایشی میشه. میبینید 5.1 ولت. البته فکر کنم این به خاطر کابلمون هست که فست شارژ رو ساپورت نمیکنه. یه لحظه رفت که روی 8 الی 9 ولت منتها انجام نشد. حالا کابل سامسونگی باشه احتمالاً درست میشه این قضیه. اینجا اگر آمپر رو دقت کنید ببینید که 1.1 آمپر داره جریان میکشه. البته دستگاه رفته روی استندبای، حدود 1.3 آمپر شده. حالا من همین رو با یک کابل دیگه تستش میکنم. اینجا دقت کنید، کابل رو عوض میکنم ببینم با کابل دیگه چه اتفاقی میفته. خب اینجا نگاه کنید دوستان، این کابل جدیدمون داره فست شارژ رو انجام میده. 8.9 ولت نزدیک 9 ولت و 1.3 آمپر. این داره نشون میده فست شارژ سالمه و داره جریان نسبتاً بالایی هم داره میکشه، 1.3 آمپر. خب دوستان من، ما به همین روش میتونیم، البته یه سری نکات داره که شما باید حالا روی عملکرد مدار شارژ بهش مسلط باشید، حالا بیشتر بتونید تحلیل بکنید، ولی در همین حد که بتونه ولتاژ و جریان درستی به ما بده، یعنی این دوتا پارامتری که روی دیسپلی این تستر داره به ما نشون میده، این داره نشون میده که چی کابل و شارژر ما داره درست عمل میکنه. توی شرایط قبلی همونجور که دیدیم کابل اولیه ما مشکل فست شارژ داشت. البته ما یه سری تسترها داریم مثل تستر کابل. حالا من روی پیج اینستاگرام هم در مورد اون تسترها صحبت کردم که عملکردش به چه صورت هست. حالا سعی میکنم که در یوتیوب هم حتما یک سری ابزارها رو در آینده بهتون معرفی بکنم. کار با ابزارها، تسترها، اینها رو قطعا براتون آموزش خواهم گذاشت. ولی خب میبینم، ولی به شرطی که این آموزش های اولیه رو قشنگ ببینید، من ببینم که حالا مخاطب داره، حتما آموزش های پرمحتواتری رو هم براتون آماده خواهم کرد. خب دوستان عزیز من، از اتصال دقیق کابل به شارژر مطمئن بشید. دقت کنید دوستان، شما وقتی که کابل رو متصل میکنید به گوشی میبینید یه صدای دکمه توری باید بده به این شکل، و اگر که میبینید که کابل با یک فاصله جفت میشه و درست وصل نمیشه، ممکنه که اتصالات درست شکل نگیره و جریان شارژ تو اون حالت پایین باشه، یعنی گوشی شما دیر شارژ میکنه. توی این حالت حتما باید سوکت رو تمیز کنید که حالا یه نکته داره، حتما بهتون میگم جلوتر. و مورد بعد این که اگر دستگاه شارژ نمیکنه، همون مثل دستگاه خاموش، به مدت 5 الی نیم ساعت، 5 دقیقه الی 30 دقیقه شما دستگاه رو بزنید به شارژ. اگر هیچ ریاکشنی نشون نداد، اون موقع دستگاه باید باز بشه. ایراد سخت افزاریه. حتما این نکته رو مد نظر داشته باشید.
اگر دستگاهی رو دارید سوکت رو تمیز میکنید، اگر دستگاه روشنه، خوب دقت کنید، حتما با یک شیء غیر رسانا این کار رو انجام بدید. مثل چی؟ مثل خلال دندون. ولی اگه نه، میخوای با یه شیء فلزی داخل سوکت رو تمیز کنید، معمولا ته جیب که میره داخلش پر جمع میشه، که تو این حالت حتما دستگاه رو خاموش کنید دوستان. حتما دستگاه رو خاموش کنید، چون خیلی پیش اومدن با سوزن اومدن این داخل رو تمیز بکنن، اتصال به وجود اومده، مدار شارژ صدمه دیده، مدار USB صدمه دیده. شما راحت میتونید، البته این ابزار سنده دندون پزشکیه که با یه همچین ابزاری، چون یه سوزن تقریبا میشه گفت که محکمه، داخل دندونا رو باش خالی میکنن دندون پزشکا، که با این ابزار میتونید چیکار بکنید؟ میتونید آشغالای داخل سوکت رو به راحتی خالی بکنید با این ابزار. ولی دستگاه حتما خاموش باشه. این مسئله رو دقت کنید. خب مورد بعد فیک شارژ است. فیک شارژ یعنی چی؟ یعنی شارژ الکی. شارژ اولیه و کالیبراسیون باتری به درستی انجام شود. حالا شارژ اولیه چیه؟ خیلی هم میگن که دستگاه رو 9 ساعت 12 ساعت بزن به شارژ تا شارژ اولیه انجام بشه. دوستان روی دستگاه جدید دیگه ما یه همچین چیزی نیاز نداریم. در واقع تو دستگاه قدیمی ما یه همچین کاری میکردیم، ولی توی دستگاه جدید اگه کالیبر به هم خورده باشه، بله شما کافیه که 4 الی 5 دفعه بذارید دستگاه شارژش به 100 برسه، بعد برسه مثلا به زیر 5%، یعنی نزدیک خاموش شدن بره اون دستگاه، بعد دستگاه رو بزنید به شارژ، خود به خود دستگاه کالیبره میشه. پس یکی از روش‌های کالیبره کردن به این شکله. ولی خب دوستان ما کالیبره با حالت مختلف داریم و یه حالت کالیبراسیونش اینه که به صورت نرم افزاریه. خب یعنی شما یا دستگاه رو باید فلش کنید، یا اینکه توسط یک سری اپلیکیشن های خاصی اتفاق میفته که معمولا مثلا توی شرکت سامسونگ روی دستگاه جدید، تو دستگاه پرچمدار یا تو دستگاه میان رده میان چیکار میکنن؟ میان از طریق سرور باتری رو کالیبره میکنن. اون برای چه زمانیه؟ موقعی که درصد باتری همخونی نداره با میزان نگهداریش. مثلا شارژ 70% میبینید که توی 20 دقیقه خالی میکنه. حالا داستان چیه؟ داستان اینه که اون میزان درصد با میزان ولتاژی که روی باتری همخونی نداره، به خاطر همین این اتفاق افتاده. یا به خاطر نصب اپلیکیشن های فیک هست. مثل چی؟ بعضی از اپلیکیشن ها هست، مثلا نمیدونم دیدید یا نه، طرف میاد میگه که نگاه کن من این اپلیکیشن از وقتی نصب کردم دارم 1 ساعت بازی میکنم 2% باتریم کم شده. نگو اون اپلیکیشن هی میاد لاگ باتری رو پاک میکنه، یه لاگ فیک میده، بعد تو فکر میکنی که مثلا باتری داره دیر خالی میکنه. مصرف که نمیتونی کم میکنی که. حالا چه اتفاقی میفته؟ بعد از یه مدت لاگ باتری که کلا از بین میره دیگه نادرست نشون میده، یعنی دستگاه یه دفعه 70% یه دفعه خاموش میشه، یا مثلا 70% یه دفعه میشه 15%، بعد از 15% 20% یه دفعه خاموش میشه. به اینا میگن عملیات فیک شارژ. حالا این یکی از دلایلش نصب اپلیکیشنه. دلیل بعدیش دوستان عزیز من استفاده از شارژرهای غیر استاندارده که میتونه باعث چی بشه؟ باعث فیک شارژ بشه، که حالا توی دراز مدت باعث میشه که لاگ شارژ یا گزارش شارژ به هم بریزه و باعث این اتفاق بیفته. حالا توی دستگاه سامسونگ یکی از روش‌های کالیبراسیون به این شکله که شما توی بعضی از دستگاه‌ها یک کدی هست 3-0228 که اگر این کد رو توی دستگاه سامسونگ، تو هر دستگاهی بازم تاکید میکنم تو هر دستگاهی جواب نمیده، اگر این کد رو در دستگاه‌های سامسونگ بزنید یک صفحه باز میشه. توی این صفحه دقت کنید بچه‌ها، من این کد رو میزنم 3-0228 خب اسمش از باتری استاتوس. البته دستگاه چون هنوز لود نشده، هنوز اطلاعات باتری رو کامل نخونده، من به محض اینکه دستگاه روشن شد این کد رو زدم. یه مقدار صبر میکنیم تا اطلاعات این صفحه بیاد، یا دوباره تلاش میکنیم. میبینید اصلا هنگ کرده، معمولا یه مقدار زمان میبره. A few moments later 3-0228 دقت کنید دوستان، توی این صفحه این اطلاعاتی که بهتون میده میزان درصد باتری، میزان ولتاژ باتری،
این درصد با میزان ولتاژ باید همخونی داشته باشه. مثلا اگر ماکسیموم ولتاژ باتری 4.2 ولته، مینیمومش برای خاموش شدن مثلا 3.6 ولته، حد واصله بین مثلا 3.6 تا 4.2 میشه 100%. الان اینجا حد وسطش مثلا 3.7 مثلا 45% شارژه. خب این درصد تقریبا میشه گفت که چی منطقیه. پس میزان این درصد و میزان این ولتاژ تقریبا باید همخونی داشته باشه. حالا نحوه کالیبره کردن توی این محیط به چه صورته؟ شما دستگاه رو میزنی به شارژ، موقعی که شارژ دستگاه 100% شد شارژر رو جدا میکنی، دکمه کویک استارت رو میزنی. موقعی که دکمه کویک استارت رو میزنی درصد باتری از 100 نباید تکون بخوره. اگر درصد مثلا اینجا خب 45 بود، اون 45 بود، درصد اگر از 100 اومد پایین‌تر دوباره باید به شارژ بزنید تا 100 بشه، بعد بکنیدش دوباره کویک استارت. انقدر این کار رو تکرار بکنید تا درصد باتری دیگه از روی 100 تکون نخوره. این میشه چی؟ این میشه نحوه کالیبره کردن حالا گوشی‌های سامسونگ، باتری گوشی‌های سامسونگ. حالا یه روشیه، حالا تو هر دستگاهی که این کدو زدید جواب داد این کارو انجام بدید. البته میگم این دستگاهی که ما برای تست داریم بیسبان نداره، دستگاه تستمونه برای آموزش. البته این دستگاه ما که حالا چون برای تست زدیم کدش رو، متاسفانه ستاره مربع 0228 مربع. این اگر دقت بکنید حالا توی دیتابیسش متاسفانه حالا این کد تعریف نشده، صفحه رو نیاورد. ولی خب توی اون دستگاهمون دیدیم که مثلا کد رو زدیم آورد و مثلا میتونید کار کالیبرش رو انجام بدید. خب دوستان عزیز من، دستگاهی که حالا کالیبره باتریش به هم ریخته، شما میتونید فلشش بکنید، میتونید ریست فکتوریش بکنید. اگه به روش ها حل نشد میریم سراغ سخت افزار. دستگاه دیگه باید باز بکنیم و ای‌بی سخت افزاری انجام بدیم که حالا دیگه از خود باتری باید بررسی بشه تا مدارهایی که مرتبط بهش هست. یه نکته هم راجع به تخلیه شارژ بگم. دستگاهایی که عمر باتریشون زیر 2 ساله، یعنی اینکه حالا یا باتری عوض شده، باتری اصلی داره، یا اینکه دستگاه عمرش بیشتر از 2 سال نیست. چرا؟ چون معمولا دستگاه اندروید باتریاشون عمرشون حداقل 4-5 ساله. خب خیلی کم پیش میاد مثلا الان S21 اولترا، S22 اولترا نه اینکه خراب نشن، خیلی کم پیش میاد باتریشون به سمت خرابی بره. البته به تاریخ الان که داره این ویدیو منتشر میشه من دارم این رو میگم. الان مثلا توی دستگاه‌های سامسونگ مثل دستگاه A50 A51 شاید مثلا این باتری‌ها مثلا اومده باشن برای خرابی باتری، یا مثلا توی دستگاه آیفون مثلا دیگه سری مثلا 10 11 مثلا هلس باتریاشون دیگه خیلی افت کرده، دارن میرن برای تعویض باتری. ولی 12 13 14 15 هنوز باتریاشون به خرابی عمومی نرفته. که چرا؟ چون عمر باتریاشون هنوز به اون تاریخ انقضاش نرسیده. خب دوستان عزیز من، مورد بعد این که شما میتونید رو سیف مود دستگاه رو چک بکنید ببینید که باتری خالی میکنه یا نه. قبلا هم توضیح دادم این مسئله رو و شما میتونید که رو سیف مود دستگاه رو چک کنید. اگه تخلیه شارژ داد مطمئن بشه ایراد نرم افزاریه. مورد بعد، اگر بعد از آپدیتی یا بعد از نصب اپلیکیشن خاصی دستگاه افتاد به تخلیه شارژ، شما میتونید برید تاریخ آخرین آپدیت دستگاه رو از طریق منوی ستینگ اباوت چک کنید ببینید که آخرین حالا سکیوریتی پچی که خورده یا اینکه آخرین آپدیتی که شده چه تاریخی بوده. اگر مثلا اخیراً بوده از مشتری سوال کنید، از مثلا 1-2 ماه 2-3 ماه 5-6 ماه که مثلا این اتفاق افتاد، متوجه میشید که مثلا به خاطر آپدیت. یه بار به صورت آفلاین دستگاه رو آپدیت کنید یا فلش بکنید که احتمال داره که حل بشه. میگم این برای زمانی که چی عمر باتریاشون، عمر دستگاه کمه، عمر زیادی نداره. مورد بعد، اگه بعد آپدیت تخلیه شارژ افتاده بعد صبر کنید که سازنده آپدیت جدید ارائه بده یا اینکه دستگاه باید چی دانگرید بشه. مورد بعد دیگه میتونه ایرادها به صورت سخت افزاری بشه یا اینکه میتونه به خاطر خرابی خود باتری باشه که دیگه باید دستگاه باز بشه که دیگه میریم توی مراحل بعدی. مورد بعدی تست باتری خراب. اگه باتری بات کرده باشه که اون باتری باید 100% عوض بشه، یعنی اصلا بهش فکر نکنید. مورد بعد، باتری که یا دستگاهی که زود شارژ میکنه و زودم شارژ رو خالی میکنه، اون هم معمولا بیانگر اینه که چی باتری خرابه. پس این نکته رو هم حتما باید مد نظر داشته باشیم. خب دوستان عزیز من، این پس چی اقدامات اولیه برای ایراد شارژ و تخلیه شارژ هست.
دیگه شما دستتون بسته است، یعنی بیشتر از این دیگه کاری نمیتونید بکنید. دیگه باقی ایرادها میشه سخت افزاری که دیگه دستگاه باید باز بشه. دوستان عزیز خیلی ممنونم از شما که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. مرسی از اینکه این ویدیو رو لایک میکنید، چنل رو سابسکرایب میکنید. با امید دیدار تا آموزش بعدی.